در ناحیه شمال و شرقی گامت هندوستان گوساله دوسره به دنیا آمد. خبرگزاری ریترز نوشته است این حادثه نادر که در علم معاصر پلیسفلی نام دارد 15 ینور در خواجگی یک کشاورز به وقوع پیوست. گوساله ماده جاغ پیوست، 2 جفت چشم، 2 دهان و 2 گوش دارد. دکتر پریتام سرکار نماینده ریاست حفظ عالمی وحوش منطقه میگوید ظاهرا جانور در چنین حال به زودی وفات خواهد کرد. این حادثه فوق‌العاده نادر است. احتمال نجات یافتن جانور خیلی کم است. همگی 38% حیوان‌هایی که در چنین حال به دنیا میآیند زنده خواهند ماند. বাঁচানোটা মুশকিল হয়ে যায় তার সার্ভাইভেবিলিটি রেট খুব কম. ایالت تریپورا با هدف افزایش تولید استحصال شیر تلاش دارد که تولد گوساله‌های ماده را تشویق نماید. ماه اپریل سال 2021 در دهه لزیتس مکدونیای شمالی همین گونه گوساله دوسره به دنیا آمده بود.